یکی از پروژه‌های بلاکچینی که مورد توجه جامعه رمزارزها قرار گرفته، شبکه کور است. این شبکه بلاکچینی از زمان راه‌اندازی در اسفند 1401 تا به امروز 240 میلیون تراکنش رو پردازش کرده و حدود 5 میلیون آدرس منحصر به فرد داره. این شبکه همچنین 2.3 میلیون دنبال کننده در توییتر و حدود 253 هزار عضو در شبکه دیسکورد داره که محبوبیت اون رو در شبکه‌های اجتماعی نشون میده. کور یک بلاکچین لایه یکه و نقاط قوت دو بلاکچین بیت کوین و اتریوم رو یک جا جمع کرده که با ماشین مجازی اتریوم یا همون EVM هم سازگاره. شبکه کور ادعا میکنه که میتونه مشکل سگانه بلاکچین ها رو حل کنه و برای اینکه همزمان امنیت، مقیاس پذیری و غیر متمرکز بودن رو داشته باشه، از مکانیزم اجماع جدیدی به نام ساتوشی پلاس استفاده میکنه. این الگوریتم اجماع ترکیبی از گواه اثبات کار مانند بیت کوین و اثبات سهام مثل اتریوم یا کاردانو هست. در واقع شبکه کور از قدرت هش تولید شده توسط استخراج کنندگان بیت کوین یا همان اثبات کار نیابتی برای بهبود تمرکزگرایی و از اثبات سهام نیابتی دارندگان توکن کور برای تقویت مقیاس پذیری کمک میگیره. در نهایت هم این دو مکانیزم با هم منجر به افزایش امنیت شبکه کور میشن. شبکه بیت کوین مبتنی بر اثبات کاره که امن‌ترین مکانیزم اجماع بلاکچین رو در برابر حملات و سانسور پذیری به حساب میاد، اما معماری این شبکه به خاطر تمرکز روی امنیت و تمرکز زدایی در بخش‌های دیگه‌ای مثل مقیاس پذیری، اسکریپت نویسی و پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و قابلیت همکاری با چالش‌هایی مواجه است. حالا شبکه کور قصد داره این چالش ها رو به ویژه موارد مربوط به اندازه بلاک و قدرت محاسبه تراکنش ها رو با مکانیزم ابداعیش یعنی ساتوشی پلاس حل کنه. کور اولین بلاکچینیه که الگوریتم جدید ساتوشی پلاس رو پیاده سازی میکنه و هدف اون هم دستیابی به اثرات شبکه لازمه تا به عنوان یک شتاب دهنده برای پذیرش گسترده تر نسل سوم وب عمل کنه. کور در حال حاضر توسط تیم اصلی از طریق کنترل سازمان خودمختار غیر متمرکز یا همون داو مدیریت میشه. در آینده هم قرار فرایند حاکمیتی به تدریج غیر متمرکز بشه و وظیفه ایجاد و حفظ جامعه‌ای که به مأموریت پروژه باور داره بر عهده دارندگان توکن کور قرار بگیره. شبکه کور قصد داره به طور کامل با ماشین مجازی اتریوم سازگار بشه تا از راه حل‌های مقیاس پذیر لایه دوم مثل رول‌آپ‌های بی‌نیاز به دانش یا اثبات با دانش صفر زدکار رول‌آپ‌ها هم استفاده کنه. رول‌آپ‌ها هزینه یک تراکنش رو بین تعداد زیادی از کاربران تقسیم می‌کنن و برای همین هم تراکنش روی این پروتکل‌ها ارزان‌تر و زمان تسویه هم سریع‌تر است. رمزارز کور توکن کاربردی و حاکمیتی شبکه است که از اون برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، سپرده‌گذاری در شبکه کور و مشارکت در حاکمیت شبکه استفاده میشه. عرضه کل توکن کور از مدل کمیابی بیت کوین پیروی میکنه و سقف عرضه اون 2 میلیارد و 100 میلیون واحده. همچنین کور قصد داره در آینده شبیه به اتریوم درصدی از پاداش‌های بلاک و هزینه گس رو بسوزونه و درصد دقیق سوزوندن هم توسط داو تعیین خواهد شد. بنابراین تعداد توکن‌های کور به طور متناوب به سقف عرضه کل نزدیک میشه ولی هرگز به صورت کامل به اون نمیرسه. قرار توکن‌های کور در طی مدت 81 سال منتشر بشن. پاداش‌های استخراج بلاک‌ها هم هر سال نسبت به سال گذشته 3.6% کاهش پیدا میکنه.
با توجه به اینکه کور قصد داره یکی از غیر متمرکزترین پروژه ها در تاریخ بلاکچین باشه و سازندگان و سرمایه گذاران محور اصلی این اکوسیستم هستند، توکنومیکس توکن کور نیز بر همین اساس تنظیم شده و نشون دهنده اینه که به صورت تقریباً عادلانه‌ای میان جامعه توزیع شده. پاداش بلاک کور همچنین میتونه به عنوان راهی برای استخراج کنندگان بیت کوین در نظر گرفته بشه تا درآمد خودشون رو تکمیل کنند. پاداش های بیت کوین به طور کلی در حدود بلاک 2140 متوقف میشه و در این مرحله ترکیبی از کارمزد تراکنش ها و پرداخت ها از شبکه‌هایی مثل کور به انگیزه استخراج کنندگان برای ادامه کار کمک میکنه. ماینرهای بیت کوین با تبدیل شدن به اعتبار سنجی در شبکه کور و تفویض قدرت هشی که در اختیار دارند میتونن هم از تراکنش های بیت کوین و هم از پاداش های توکن کور درآمد داشته باشند. در حال حاضر قیمت توکن کور برابر با تقریباً $2 هست. کمترین قیمت ثبت شده برای این توکن 34 سنت و بیشترین قیمت هم $6 بوده. ارز کل این توکن همانطور که گفته شد 2 میلیارد و 100 میلیون واحده که از این تعداد تا امروز 882 میلیون واحدش در گردش بازار قرار گرفته و خرید و فروش میشه. ارزش کل بازار این توکن حدود 1 میلیارد و 821 میلیون دلار و حجم معاملات 24 ساعته گذشته اون نیز برابر با 129 میلیون دلار بوده که از این لحاظ در رتبه 63 بازار رمزارزها قرار گرفته. کورداو موفق شده از شرکت امنیتی سرتیک امتیاز 88 یا AA رو به دست بیاره و جزو 10% پروژه های برتر از نظر امنیتی قرار گرفته. توکن کور در صرافی‌های خارجی مثل اوکیکس، گیت-آیو، بای بیت، MEXC، BingX لیست شده و از صرافی‌های ایرانی هم که این توکن رو در بازارهای معاملاتی خودشون دارن میشه به صرافی تبدیل، آوانتتر و بیت 24 اشاره کرد. در حال حاضر برای نگهداری توکن کور هم میتونید از کیف‌پول‌های متاماسک، توکن پاکت، سیف‌بد، مسولت استفاده کنید. در آخر همونطور که گفته شد در اسفند ماه سال 1401 شبکه کور راه اندازی شد و با این حال دیدیم که طی کمتر از یک سال تونست به لطف جلب توجه سرمایه گذاران مارکتی به ارزش چند میلیارد دلار برای خودش دست و پا کنه. پروژه های زیادی دستیابی به نرخ تراکنش های نجومی رو مدعی شدن اما در عمل نتونستن اون رو به اثبات برسونن. در این شرایط کور موفق شده با ثبت 142,000 تراکنش در ثانیه یک رکورد باور نکردنی رو به جا بذاره، در حالی که امنیت رو در بالاترین سطح ممکن شبیه بلاکچین بیت کوین نگه می‌داره. جالبه بدونید در ابتدای راه اندازی مینت این شبکه هنوز رمز ارز کور وجود نداشت و کوین کور مدتی بعد عرضه شد. بلافاصله بعد از انتشار شاهد هجوم سرمایه گذاران برای خرید رمز ارز کور بودیم. اونچه سبب شده توسعه دهندگان زیادی شروع به استفاده از شبکه کور کنن سازگاری با EVM. این قابلیت برای پروژه های متعددی نظیر پالیگون و آوالانچ یک سکوی پرتاب بوده و احتمالاً تأثیر مشابهی روی کور هم خواهد داشت. ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید و با لایک و همراهیتون به ما انرژی میدید تا بتونیم محتوای با کیفیتی رو تولید کنیم و در اختیار شما بذاریم.